با مقصد تأمین نمودن رشد ساحه کشاورزی که عامل اساسی تأمین کننده یکی از هدفهای استراتژیکی مملکت حفظ امنیت آذوقه‌واری و دسترسی به غذای باصفت، منبع تأمین کارخانه‌های کارکرد با اشیای خام، افزایش دادن حجم محصولات صادراتی و مهمتر از همه زمینه تشکیل جایهای نوی کاری به حساب می رود. در شهر اسفره یک سلسله تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند. این است که کنون در خواجگی‌های جمعیتی و دهقانی و در قطعه‌های زمین‌های نزد حولگی پرورش زراعت‌های کشاورزی از قبیل سبزوات و پالزی‌ها به طور باید و شاید به راه مانده شده ایده الکی با جمع‌آوری حاصل مشغولند. سالهای آخر پی هم نامساعد آمدن باد و هوا دهقانان را وادار ساخت که در سمت استفاده ثمرناک واسطه و امکانیت‌های موجوده و کشت زراعت‌های به تغییریابی اقلیم تاب‌آور چاره‌های ضروری اندیشند. در چنین حالت کارگیری از تجربه پیشقدم گرمخانه‌داری موافق مقصد است، زیرا گرمخانه‌ها واسطه کفالتناک تأمین منتظم بازار آذوقه‌واری با محصولات تر و تازه ارزان و باصفت محسوب می‌شوند. با نظرداشت عامل‌های مذکور ساکن جماعت دهات نوگلیم صاحبکار سلیمان خان سلطانов بهار امسال در میدان 0.10 هکتار زمین گرمخانه زمانوی بنیاد نموده با استفاده از تجربه پیشقدم و جاری نمودن اصول‌های معاصر گرمخانه‌داری به پرورش محصولات گوناگون کشاورزی آغاز کرد تا در امور باکار تأمین کردن مردم، قناعت بخشیدن دسترخوان هموطنان و تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهمگذار باشد. امروزها زحمت‌های کشیده سلیمان خان سلطانov الکی ثمره نخستین خود را به بار آورده اند و کارمندانش با جمع‌آوری حاصل فراوان پمیدار و بادرینگ مشغولند. در اساس هدایت‌های پیشوای معظم کشور ما امروز تصمیم گرفتیم با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره در مساحت 10 ساتق گرمخانه زمانوی را در موافق با تکنولوژی زمانوی امروزی نوگانی بنیاد نماییم و امروز 4000 نهالک‌های پمیدار و بادرینگ پرورش نمودیم و امروز الکی به محصولات‌های ما آماده و پیشکشی دسترخوان اهالی شهر اسفره گردیده است و باعث ذکر است که ما این تجربه اندوخته خود را باز رواج و رونق می‌دهیم و نیت آن را داریم که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره گرمخانه زمانوی را تا به 1 هکتار رسانیم. صاحبکار از نتیجه کار خود قناعتمند است و میگوید که در دوره عملی گردانی آرزوی دیرینه خود بنیاد گرمخانه و راه اندازی نمودن فعالیت آن دائم توجه خاصه رهبریت شهر و مسئولین ساحه را احساس میکرد و این دستگیری معنوی او و کارمندانش را در فتح قله مراد نیروی تازه و الهامی کار بخشیدند.